نسوار پان در افغانستان دشمن پنهان اما ارزان و پردرآمد. استفاده کنندگان نسوار افراد گوناگون هستند: بزرگسالان، جوانان، افراد تحصیل یافته و بی سواد. ما پیش غرفه داشتیم، در غرفه فروشات ما خوب بود. حالا یک 20 روز میشه غرفه ما رو ورداشتیم دیگه. ما دم سرک هستیم دیگه، خوب است، شکر است، اما گزاره میشه دیگه. هر بسته نسوار در بازار نظر به کیفیت آن از 5 تا 10 افغانی به فروش می رسد که برخی دیگر از نسوار فروشان می گویند با درآمد نسوار می توانند مخارج زندگی خود را تأمین کنند. مردم هر کدامش می خرن. این نسوار هستن، این نسوار قنداری است، مردم بسیار زیاد می خرن. اینی پاناست، یک دونه جوانا می خرن. مردم هاست خوب است، فروش است. برگ کوبیده شده تنباکو، چونه و خاکستر ترکیب نسوار را تشکیل می دهند که استفاده کنندگان از آن برای نشه کوتاه‌مدت استفاده می کنند. یک پاکت نسوار از 5 تا 10 افغانی قیمت دارد و از جمله از ارزانترین محصولات تنباکو به شمار می رود. در بسیاری از دکانها حتی در لوکس‌ترین مغازه‌های شهر کابل پیدا می شود. افزون بر تولید داخلی، بسیاری شرکت‌ها از هند نیز نسوار را به کشور وارد می نمایند. شماری از جوانان به این باورند که بیکاری و نبود سرگرمی جوانان را واداشته تا برای رهایی از غصه ها نسوار پان استفاده کنند. همنشینی با افرادی که نسوار و پان استفاده می کنند از دیگر عوامل رو آوردن جوانان به این مواد نشاور است. همنشینی با دوستایی که مثلا همی فعل داشته باشه، همی عمله، وقتی که با نشستن باعث میشه که به همی حالت آغشته شود. از او خاطر اولا کوشش کنن که همنشینی خود بهتر انتخاب کنن که همی عمل مثلا دخانیات مثل سیگارت، چرس، نسوار چیزا را نداشته باشن یا همی عمل نکشن. کسانی که مانند ابراهیم سالها نسوار استفاده کردن حالا اما نمی توانند این عمل را رها کنند. حال میخوایم که من نسوار اعلا کنم، سردرد می باشم. او سیگارت که اعلا کردم در وجود ما دانه برآمد. تو دانه باید من نسوار شروع کردم. نسوار اگه شروع کردم، حالا که نسوار اعلام میتونم 2 سال میشه کوشش میکنم، اعلا شده نمیتونم، سردرد میباشم، برای من تکلیف زیاد میباشه. مدت 7 سال میشه از پان نسوار استفاده میکنم و باعث از این شد که اندیالای نحال مرد این حالت رو بیاورن. با این حال شماری از دکتران دندان و جوف دهن میگویند که نسوار پان سبب امراض گوناگون به ویژه امراض مرتبط به جوف دهن و میری می شود. پان یا نسوار که در بین از موادی مثل چونه است که بسیار مخرش است و بدبختانه او مکانیزمی که داره او مخرش است. امی قسمت بیره عصبهای سطحی بیرک است، ایره از بین میبره، خشک میکنه و مریض درد احساس نمیکنه، از تخریبات جوف دهن خود آگاهی حاصل نمیکنه. بنان ای آستاستا آرام بیره را از بین میبره، دندانها سبب لقی دندانها میشه. اما وزارت صحت عامه میگوید که رقم دقیق مصرف کنندگان نسوار پان در کشور وجود ندارد و آنان تلاش میکنند تا مردم را از اضرار این مواد نشاور آگاه سازند. نسوار هم به شیوه سنتی و هم از طریق شرکت ها تولید می شود و با توجه به اینکه مصرف کنندگان آن بیشتر است، تولید و فروش آن در بازار نیز بیشتر است.